کسانی که می روند در مساجدی که در آنجا تعصب مذهبی است، امام حنفی است، مقتدیا حنفی هستند، تعصب مذهبی دارن، تو میری در اونجا رفع الیدین میکنی، آمین به جهر میکنی و این کارت میدانی که سبب برخورد با مردم و با امام مسجد میشود، گفتم که این انسان احمق است. اما من یقین دارم 100% که رفع الیدین، من رفع الیدین میکنم، من آمین به جهر میگویم و این یقین 100% دارم که این سنت صحیح رسول الله صلی الله علیه و سلم است. اما اگر همین سنت ما، من به شما یک مثال میگویم. یک روز حضرت معاذ از طرف رسول الله صلی الله علیه و سلم به عنوان امام تعیین شدن در یکی از قریه‌های اطراف مدینه. رفتن در این روستا، در رکعت اول سوره بقره را خواند، در رکعت دوم سوره آل عمران خواند. مردم قریه آمدن گفتن یا رسول الله، معاذ ما را در و در کرد، ما مردم مالدار هستیم، زمیندار هستیم، ما باید صبح وقت بریم سر زمینای خود. این در رکعت اول آمد سوره بقره خواند، در رکعت دوم سوره آل عمران. معاذ رسول الله صلی الله علیه و سلم طلب کردن، چی گفتن بهش؟ در حدیث صحیح است، گفتن افتان انت یا معاذ، آیا تو فتنگر شدی ای معاذ؟ گفت یا رسول الله چیکار کردم؟ گفت تو رکعت اول سوره بقره رو خوندی، رکعت دو سوره آل عمران. یعنی قرآن زیاد خواندن معاذ برای مردمی که نمیفهمیدن، مردمی که کار داشتن، زندگی داشتن، برای او مردم میتواند سبب فتنه شود. گاهی اوقات قرآن میتواند سبب فتنه شود اگر به طریق غیر صحیح استفاده شود. به خاطر همین من میگویم که در جایی که آمین به جهر و رفع الیدین سبب فتنه و فساد بین مسلمانان شود نکنید. آیا که شما آمین به جهر ترک کردید، رفع الیدین ترک کردید، نمازتان باطل می شود؟ نمیشه.